آیا میدونستین همین عادت ساده آب خوردن ممکنه به بدن شما آسیب برسونه؟ بله درست شنیدین. بعضی وقتا نوشیدن نادرست آب میتونه باعث مشکلاتی مثل سوء هاضمه، کبد، چرب، بیماری‌های قلبی و حتی سکته قلبی بشه. آیا آب خوردن همیشه باعث هیدرات شدن بدن میشه؟ چرا بعضی از افراد مثل افراد دیابتی مدام تشنه‌اند و نیاز دائمی به دفع ادرار دارن؟ مهمتر از همه، آیا ما مجبوریم موقعی که تشنه نیستیم آب بخوریم؟ چه زمانهایی نباید آب بخوریم و زمانی که داریم آب میخوریم چه اشتباهاتی رو نباید مرتکب بشیم؟ امروز راجع به تمام این موارد و اشتباهات رایج آب خوردن صحبت میکنیم و در آخر ویدیو 6 تا از علامت‌های اصلی کم آبی بدن رو بهتون معرفی میکنم که خیلی نکات مهمیان و باید حتما از اونها اطلاع داشته باشین. اگر سلامتیتون براتون مهمه چند دقیقه کوتاه با من همراه باشین. یه تشکر ویژه دارم از دو همراه مهربون و همیشگی کانال، آقای سعید و خانم گلی، که همیشه با کامنتاتون، انرژی مثبت و محبتتون خوشحالم میکنید. بودن شما باعث دلگرمیه و واقعا ازتون ممنونم. خیلی ها فکر میکنن روزانه مقدار زیادی آب می نوشن، در صورتی که متوسط میزان مصرف آب آشامیدنی خالص توسط افراد حدوداً 1 لیتر در روزه. این واقعاً عجیبه، اما بیشتر افراد برای رفع تشنگی خودشون به جای آب از نوشابه، قهوه، چای، شیر و حتی آب میوه استفاده میکنن. اما سوال اینجاست که آیا واقعاً اینها باعث هیدرات شدن بدن میشن؟ قطعاً جواب منفیه. چای، نوشابه و قهوه دارای کافئین هستند و ما کافئین رو به عنوان یک ادرارآور میشناسیم، یعنی باعث دفع ادرار میشن. پس چه اتفاقی میفته؟ ما درسته یک سری مایعات وارد بدنمون کردیم، اما از طریق ادرار مایعات بیشتری رو هم از دست دادیم. آب میوه ها چطور؟ آب میوه چه طبیعی و چه مصنوعی دارای قند ساده زیادی هستند. به همین دلیل برای جذب و هضم این بدن به آب بیشتری احتیاج داره. مطالعات ثابت کردن که فروکتوز و گلوکوز که قند میوه هستن باعث میشن سلول ها برای اینکه متابولیسم طبیعی داشته باشن آب بیشتری رو مصرف بکنن. از طرف دیگه همین گلوکوز برای اینکه توی کبد و بدن ذخیره بشه به آب بیشتری هم احتیاج داره. یعنی هر یه مولکول گلوکوز به 3 تا 4 مولکول آب احتیاج داره. در واقع این گلوکوز مثل یک اسفنج آب بدن رو توی خودش نگه میداره و اجازه نمیده بدن از اون استفاده کنه. پس هر چیز قندی و شیرینی رو که ما استفاده میکنیم باعث کم آبی بدن میشه. مثلا همین افراد دیابتی که مدام تشنه‌اند و احساس دفع ادرار دارن. چرا این اتفاق میفته؟ چون این افراد مقاومت به انسولین دارن و قندی که استفاده میکنن همیشه توی بدنشون میمونه و جذب نمیشه. سطح قند خون اونا همیشه بالاه و بدنشون این قند خون رو مثل یک سم میدونه و میخواد که اونو از طریق ادرار دفع بکنه. در نتیجه دفع ادرار اونها بیشتر میشه و از این طریق بدن اونها کم آب میشه. دیابتی هایی که آب فراوان میخورن میتونن این کم آبی بدنشون رو خنثی بکنن، اما علت اصلی رو رفع نکردن. یعنی باید چیکار بکنن؟ باید مصرف قند و شکر رو خیلی خیلی محدود بکنن. سوال خیلی مهمتر اینه که حالا آیا آب خوردن به تنهایی میتونه باعث هیدرات شدن بدن بشه؟ قطعاً خیر. آب به تنهایی نمیتونه سلول ها رو هیدرات بکنه، چون ورود آب به سلول ها نیازمند الکترولیت هاست. الکترولیت هایی مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم. ما زمانی میگیم سلول ما هیدرات و پر آبه که هم آب کافی داشته باشه هم الکترولیت کافی داشته باشه. پس اشتباه بزرگ آب رسانی به بدنمون دقیقاً همینجاست که ما فکر میکنیم که کافیه فقط آب استفاده کنیم بدون اینکه به الکترولیت های بدنمون توجه داشته باشیم. افرادی که دچار کم آبی بدن هستن و فقط آب خالص می نوشن و به فکر سدیم پتاسیمشون نیستن، اینها به بدنشون دارن ظلم میکنن و آسیب
بزرگی به بدنشون میرسونن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ما آب فراوانی می نوشیم الکترولیت های بدنمون رو رقیق میکنیم و داریم سدیم رو رقیق میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق خیلی خطرناک به اسم هایپوناترمی. یعنی چی؟ یعنی سدیم خون خیلی کاهش پیدا کرده. این هایپوناترمی میتونه باعث التهاب سلول ها بشه. این التهاب سلول ها باعث سردرد، ضعف عضلات، گرفتگی عضلات، حالت تهوع و توی موارد خاصی باعث ادم مغزی و حتی کما بشه. به خصوص ورزشکارانی که مدام در حال تعریق هستن و الکترولیت از دست میدن و به جاش فقط آب خالص استفاده میکنن و سدیم به بدن نمیرسونن، این افراد بیشتر از بقیه افراد در معرض این خطرات قرار دارن. پس چیکار باید بکنی؟ کافیه که شما یک مقدار خیلی کم نمک به آبتون اضافه بکنید. به این صورت به بدنتون سدیم رسوندین. سدیم یکی از اصلی ترین الکترولیت های بدنه. فقط حواستون باشه که نمک زیادی خودش میتونه باعث فشار خون بشه. پس زیاده روی نکنید. راه دوم اینه که یک مقدار آب لیموی تازه به آبتون اضافه بکنید. چه اتفاقی میفته؟ هم طعم آب بهتر میشه، هم ویتامین C به بدنتون میرسونید، هم پتاسیم به بدن میرسه و هم از تشکیل سنگ کلیه میتونید جلوگیری بکنید. اشتباه بعدی که در هنگام نوشیدن آب مرتکب میشیم خوردن آب سرده. آب سرد و وقتی ما میخوریم وارد معده‌مون میشه و نه تنها معده بلکه اندامهای اطراف معده مثل روده، مثل کبد و ستون فقرات رو هم تحت تاثیر قرار میده. دمای بدن ما 37 درجه سانتیگراده و باید توی همین دما بمونه و خیلی بالا پایین نشه. وقتی که ما آب سرد یعنی حدود 4 درجه رو استفاده میکنیم باعث میشیم که بدن یک شوک حرارتی ببینه. شاید براتون جالب باشه بدونید که وقتی که آب سرد می نوشیم این سرما وارد اعصاب ستون فقرات میشه و این اعصاب سیگنال هایی رو به مغز میفرستن. به همین دلیله که بعد از خوردن آب سرد سردرد میگیرید. فقط همین نیست، آب سرد میتونه حتی باعث کبد چرب بشه. چطوری؟ این سرما باعث متراکم شدن چربی ها و انجماد اونها میشه و این چربی ها توی کبد میمونن و کبد چرب رو ایجاد میکنن. بنابراین بهتره که شما قبل از خوردن آب دمای اون رو متعادل بکنید تا از کبد چرب، سوء هاضمه، بیماری های قلبی، سیروز کبدی، سینوزیت و خیلی از اتفاقات دیگه جلوگیری بکنید. یبوست مادر همه بیماری هاست و یکی از علل اصلی یبوست همین آب سردیه که شما مدام دارید میل میکنید. خیلی ها معتقدن که اگه آب خنک ننوشن تشنگیشون برطرف نمیشه، در صورتی که این کاملا اشتباهه و یک تلقین بیشتر نیست. وقتی که ما آب سرد رو استفاده میکنیم بدتر میشه، یعنی بدن نمیتونه آب رو جذب بکنه. این سرما باعث گرفتگی و انقباض عروق خونی معده میشه. در نتیجه آبی هم که توی سلول ها هستش به خاطر این انقباض خارج میشه و بدن دچار بی‌آبی میشه. از طرف دیگه یه مواقعی هم هست که بدن خیلی دماش بالاه و گرمه و تو این مواقع اصلا نباید آب خنک استفاده بکنیم. چه موقع هایی؟ هر موقعی که ضربان قلب ما بالاه، زمانی که ورزش کردیم، زمانی که فعالیت جنسی داشتیم، زمانی که دوش آب گرم گرفتیم، از سونای جکوزی استفاده کردیم. توی این مواقع به هیچ عنوان از آب سرد استفاده نکنید. اشتباه رایج دیگه اینه که بعضی از افراد بلافاصله بعد از بیدار شدن از آب خنک استفاده میکنن. این باعث خستگی، بی‌حوصلگی، سردرد و حتی کبد چرب و بیماری های قلبی میشه. بهتره که شما بعد از بیدار شدن آب جوشیده ولرم استفاده کنید. این آب باعث از بین رفتن ترشحات و مخاط میشه، در نتیجه باعث پاکسازی معده و کل بدن میشه. حتی افرادی که مدام خلط پشت گلو و ترشحات دارن شاید ندونن، اما علت اصلیش میتونه خوردن آب سرد فراوون اونها باشه. مطالعات نشون داده که کسانی که آب سرد بیشتری مصرف میکنن بیشتر در معرض سیروز کبدی و سینوزیت قرار دارن. همچنین مصرف آب سرد فراوون میتونه باعث کاهش حافظه، ضعف سیستم عصبی و خواب آلودگی بشه.
مطالعات بالینی نشون دادن که نوشیدن 30 میلی لیتر آب با درجه 4 درجه سانتیگراد توی افراد سالم نه افراد بیمار میتونه باعث افزایش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک باشه و این به خاطر تنگی عروق محیطی بعد از نوشیدن آب سرده. حالا شاید افراد سالم بتونن این افزایش فشار رو یه جوری رفع و رجوع بکنن، ولی مطمئناً افرادی که بیماری‌های خاص دارن با نوشیدن آب سرد دچار عوارض وحشتناکی میشن. پس بهتره که قبل از مصرف آب حتما دمای اون رو متعادل بکنید. اشتباه بعدی نوشیدن آب به همراه غذا خوردنه. وقتی که ما میخوایم غذا بخوریم بدن ما ناخودآگاه شروع میکنه به تولید و ترشح اسید معده و آنزیم‌های گوارشی برای هضم و جذب بهتر غذاها و جذب ویتامین‌های اونها. وقتی که ما آب میخوریم این روند رو مختل میکنیم و بدن نمیتونه ویتامین‌ها رو به خوبی جذب کنه. حالا اگر شما مدام در هنگام غذا خوردن تشنه میشید، بهترین کار اینه که خیلی کم از آب جوشیده ولرم استفاده کنید. حالا بریم سراغ 6 علامت اصلی کم آبی بدن که اگر شما اینها رو داشتید نشون میده که بدن شما نیاز به جبران سریع داره. بعضی وقتا ما به خاطر زیاد نوشیدن آب دچار مشکل میشیم و بعضی وقتا هم کم نوشیدن آب میتونه خطراتی رو برای ما به وجود بیاره و نیاز به بررسی داره. علامت اول کم آبی بدن سنگ کلیه است. اگر شما قبلا مبتلا به سنگ کلیه بودین یا الان سنگ کلیه دارین، این نشون دهنده اینه که بدنتون به آب بیشتری احتیاج داره و شما آب کافی رو به بدنتون نمیرسونید. ادرار شما غلیظ شده و سنگ‌هایی از جنس کلسیم و اگزالات داره تشکیل میشه. مورد دوم فشار خون پایینه. زمانی که شما فشار خون پایین دارید یعنی بدن شما تعادل بین آب و الکترولیت ها رو نمیتونه برقرار بکنه. راهکار اینه که یک مقدار خیلی کم نمک داخل آبتون بریزید و مایعات بیشتری استفاده کنید. در غیر این صورت شما مدام دچار سرگیجه و سبکی سر خواهید شد. علامت سوم کم آبی بدن ادرار تیره رنگه. ادرار ما نباید خیلی بیرنگ باشه و نباید تیره باشه. بهترین رنگ ادرار رنگ زرد شفافه. اگر ادرار شما بیرنگه یعنی شما مایعات خیلی زیادی نوشیدین و بی خودی دارین از کلیتون کار اضافی میکشین و اگر تیره رنگه یعنی شما آب کافی به بدنتون نرسوندین. مورد بعدی نشونه هایی که روی پوست شماست که ما بهش میگیم ترگور پوستی، یعنی وقتی شما از پوست خودتون نیشگون میگیرید. اگر این بلا فاصله به حالت اول برگرده یعنی شما کم آبی بدن ندارید، اما هرچی این زمان بیشتر باشه یعنی کم آبی بدن شما بیشتره و این یک نشانه فوق العاده است که بدن شما نیاز به کمک داره. مورد بعدی دهان خشکه. اگر همیشه دهان شما خشک و به هم چسبیده است یعنی بدن شما کم آب شده. و مورد آخر یبوسته. یبوستی که ناشی از کم آبی بدنه حتی با مصرف سبزیجات و میوه ها هم از بین نمیرن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها خودشون فیبر دارن و فیبر آب رو جذب میکنه. وقتی که بدن شما آب نداره بدتر با خوردن سبزیجات و میوه ها دچار یبوست بیشتری میشه. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا من بتونم ویدیوهای بهتر و بیشتری براتون تولید بکنم. توی کامنت ها برام بنویسید که از کجا دارید کانال ما رو تماشا میکنید. خیلی حس قشنگیه که بدونیم فارسی زبانان قشنگمون کجای دنیا دارن زندگی میکنن. این ویدیو رو برای عزیزانتون و دوستاتون بفرستید تا بتونید آگاهی رو توی جامعه رواج بدین. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید.